سلام، با بررسی پارتی باکس 120 در خدمتتون هستیم. سلام، فرشید قربانی هستم، مدیریت مجموعه بامبوفون. اگر که تو اینستاگرام منو دیده باشید یا حالا علاقه به اسپیکرهای JBL داشته باشید، من رو دیده بودین تو اینستاگرام و خب ما یه حدود تقریبا چند سالی هست تو فضای اسپیکرهای JBL، برند JBL و هارمن کاردن داریم کار میکنیم و سایت و این اینستاگرام در خدمت شما عزیزان بودیم. الان اولین ویدیو یوتیوب ما در خدمتتون هستیم و با بررسی پارتی باکس 120 یه ذره خودمونی نشستم روی زمین، میکروفون اینجا و گفتم که خیلی دوستانه با هم ویدیو رو ببریم جلو. سری پارتی باکس ها از پارتی باکس 120 یعنی سال 2024 که معرفی شد یه پسوند کلاب بهشون اضافه شد، یعنی این پارتی باکس به اسم پارتی باکس 120 کلاب معرفی بازار شد و رنگ سفیدش برای بار اول اواخر سال 2024 معرفی شد که رنگ بسیار جذابیه که تو پارتی باکس ها هیچ وقت ما نداشتیم. رنگ سفید رو ترکیب با نقره‌ای طراحی کردن و ارائه بازار دادن. پارتی باکس 120 تو قسمت جلوش دو تا ووفر داره و دو تا مید رنج که صدایی با بیس بالا و وضوح خیلی زیادی به شما میده و مناسب مهمونی هایی هست که حالا به عنوان مثال بخوام بهتون بگم که خیلی راحت بتونید درک کنید این موضوع رو. تو فضای خونه اگر که سالن خونه تا حدود 100-150 متر باشه، یه دونه از این پارتی باکس ها جوابتون میده و مهمونی هایی تا 10-15 نفر رو بهتون جواب میده. تو فضای بیرون یکم متفاوت تره چون که فضا بازه و انعکاس صدای ما نداریم، مجبوریم از پارتی باکس های بزرگتر استفاده کنیم واسه 10-15 نفر، ولی تا حدود 10 نفر رو خیلی راحت بهتون جواب میده. پارتی باکس ها با اپلیکیشنی به اسم JBL پارتی باکس کامل میتونید اختصاصیش کنید، از قبیل نور پردازی، صدا، بیس، اکو و تمام مشخصاتش رو کامل میتونید با اپلیکیشن JBL پارتی باکس خیلی راحت کاستومایز کنید. قدرت پارتی باکس 120 160 وات RMS و اگر که نکته جذابش اینجاست، اگر که به برق مستقیم وصل کنید، حالا در ادامه بهتون میگم که چرا چطوری به برق مستقیم وصل کنید، این قدرت تبدیل میشه به 170 وات، صدایی با بیس قوی تر و وضوح بهتری به شما میده و پیشنهاد میکنم واسه کسایی که میخواد تو خونه استفاده کنن با برق استفاده کنن و حالا قلقش رو بهتون میگم، یه قلق خیلی کوچیک‌تره تو ادامه بهتون میگم. شرکت JBL از سال 2024 تکنولوژی رو معرفی کرد که یه جورایی تو بحث اسپیکرها تحول و تکنولوژی خیلی خاصی بود که تا قبل از اون اصلا ما همچین تکنولوژی رو نداشتیم. چی بود؟ اونم اضافه کردن، من بچرخونم از همینجا ببینید، اضافه کردن باتری قابل تعویض. این خیلی چیز جدیدی نیست، رو گوشی ها هم بود قبلا دیگه. اگه یادتون باشه گوشی قدیم ما در پشت باز میکردیم و خب دسترسی داشتیم به باتری، ولی تو اسپیکرها تکنولوژی جدیدیه که اومد باتری رو با این دریچه نسبت به آب و حالا گرد و غبار طراحی کرد که باتری پارتی باکس 120 اینه، به همین کوچیکی، ولی همین کوچیک به شما 12 ساعت تایم پلی میده و نکته قابل توجه اینجاست که این باتری سوپر فست شارژه. یعنی چی؟ یعنی که اگر 10 دقیقه اسپیکرتون رو بزنید به شارژ، 2 ساعت میتونید ازش استفاده کنید. و نکته قابل توجه دیگه، باتری اضافه هم تو بازار هست، هرچند که خودمون داریم، حالا نمیخوام تبلیغ خودمون کنیم، اینجا فقط اومدیم که با هم بررسیش کنیم، ولی باتری اضافهش هم میتونید تهیه کنید. یعنی که شما میخواید برید بیرون استفاده کنید، باتری تموم شد در میارید، باتری دوم میزنید و 2 تا 12 ساعت ازش استفاده میکنید. خیلی بی‌نظیره این قابلیت. و نکته‌ای که بچه خواستم در رابطه با تمام پارتی باکس ها، نه تنها این پارتی باکس بهتون بگم، اونم اینه که این دیافراگم یا این خروجی هوای اسپیکرها رو بچه هیچ وقت نباید ما کیپ کنیم یا اینکه نزدیک دیوار بذاریم که خروجی هوا نداشته باشه، چون آسیب میزنه به ووفر و تمام اجزای اسپیکر. معمولا فاصله این تا دیوار تقریبا 20 سانتی 30 سانتی باشه. واسه کسایی که میذارن کنار دیوار بهتره که فاصله 15 سانتی 20 سانتی داشته باشه که این خروجی هوا کامل آزاد باشه. بریم سر نکته‌ای که بهتون گفتم که اگر که میخواید تو برق استفاده کنید و خونه استفاده کنید به چه صورت؟ بچه‌ها بهتره که چون این اسپیکرها با تکنولوژی
وارد بازار شدن، یعنی که اگر که شما برق مستقیم رو بزنید باتریش بعد از شارژ شدن از مدار خارج میشه. ولی من پیشنهادم اینه که حالا خب برق مستقیمش اینجاست دیگه، خیلی شما راحت میتونید به برق مستقیم وصل کنید. باتری رو بعد از این که خب درصد شارژ داره دیگه این بالاش، نشون میدم حالا تو ویدیو، این باتری رو به همین صورت ببین، این دیگه باتریش کانکت نیست. بعد از اینکه 100% شد از برق خارج کنید یا حتی اصلا درش بیارید باتری رو ببندید و استفاده کنید. اینجوری خیلی بهتره، باتریتون تو طولانی مدت سالیان سال براتون کار میکنه. و نکته اینجاست اگر کسایی که همیشه خونه استفاده میکنن، مدام برق مستقیم استفاده میکنن، یه نکته، هر از گاهی، یک هفته، 2 هفته، 1 ماه، 1 بار بذار از باتریت استفاده کنی. یعنی اگر وصلش میکنی به اینجا، خیلی ساده یه بار با باتری استفاده کن و بذار این باتری تو جریان باشه. هرچند که باتری هایی که طراحی شده لیتیوم یونیه، یعنی تحت هیچ شرایطی خراب نمیشه مگر اینکه ضربه مستقیم بهش وارد بشه و خب حالا سوراخ بشه که باعث خرابیش میشه. یه روشن کنیم ببینیم نور پردازش رو به چه صورته. این نور پردازی من چند تا عوض کنم با هم دیگه ببینیم. خیلی نور پردازی جذابه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن 2 تا لاین نوری اینجا اضافه کردن. این لاین نوری ها با این خود نور پردازی کامل ست هست و یه سری LED ریزه. حالا من بگیرم که حالا بهتون میگم چجوری خاموش روشنش کنم. ببین این LED ها 3 تا این وره، 3 تا این وره. الان خاموشش کردم که خواستم بهتون نشون بدم. با این LED ها ست شده این قسمت و تقریبا شبیه پارتی باکس التیمیت شده و خیلی نور پردازی جذابی داره. در ادامه میبینیم به چه صورت هست. تو پارتی باکس ها مخصوصا از سال 2024 به بعد تکنولوژی اوروکست رو اضافه کردن. اوروکست تکمیل کننده بلوتوزه بچه‌ها، تکنولوژی جدید یا خارق العاده ای نیست، نسل جدید بلوتوز هست که به شما این اجازه رو میده که شما مثلا میگم به این اسپیکر وصل بشید، این رو با این اوروکست میکنی، خیلی ساده و موزیک از این پخش میشه ولی با هم کانکت میشه. یه صدای استریو به شما میده، یه صدای 360 درجه به شما میده و محدودیت تعداد نداره. نکتهش اینجاست. اوروکست به شما این قابلیت رو میده که حتی این اسپیکر به این کوچیکی رو، خب من اینو باز کردم، اسپیکر به این کوچیکی رو شما با قابلیت اوروکست وصل کنی به این بزرگ یا حتی اینو به این و محدودیت تعداد نداره. خیلی ساده روشن میکنی، اوروکست رو میزنی، اوروکست 2 تا رو میزنی، موزیک رو پخش میکنی، خودش شروع میکنه به پخش شدن. نکته قابل توجه اینجاست که هر کدوم اسپیکرها شما میتونید به صورت دستی و جداگونه صداشو تنظیم کنید. یعنی صدای این 10% باشه، صدای این 50% باشه. به عنوان مثال میگم اینو میذارید مثلا تو سالن، اونو میذارید مثلا تو اتاقتون، صدای اینو میذارید 10%، صدای اینو میذارید 100%، یه صدای 360 درجه و همگی رو به شما میده. و خیلی ساده. اوروکست اگه بخوام بهتون نشون بدم، یه دکمه مثلثی شکله، صداشو بشنویم. البته این خاموشه، ببخشید. خب صدای اوروکست به همین سادگی. حالا صدای اوروکست این دیگه زیاد از حد نخوام ویدیو رو طولانی کنم. یه دونه 2 حالت چرخشی هست که این بالا هست برای نور پردازیشه کار میکنه، یه دونه برای کم و زیاد صدا. ببینید صدا رو اگر که من باز کنم پیداست. این کم و زیاد صدا. تو قسمت بالا کنار دکمه بلوتوز و اوروکست یه دکمه داره به اسم بیس بوست. این بیسش رو توی حالت معمولی نگه میداره، بعد میاد بالاتر و بالاتر. 2 تا حالت داره، یعنی 2 تا رنگ داره به این صورت و میتونید ازش استفاده کنید. 3 تا دکمه اینجا داره که افکت های صداشه که البته این 3 تا رو شما میتونید تو اپلیکیشنش اختصاصی تر کنید، گزینه های بیشتری بهش کم و زیاد کنید. به عنوان مثال من 3 تاشو میزنم، گوش کنید. صدا رو کم کنم، صداش خیلی بالا بود حس میکنم. اوکی، داره بیشتر. Let's party! 3 تا افکت صدا هست که البته افکت های بیشتری هم داره، تو اپلیکیشنش میتونید تغییرش بدید. بریم سراغ اتصالاتش، چی ها میخوره و چه جوری. تو قسمت پشت یه دریچه اینجا داره، دریچهش از جنس سیلیکونه. این دریچه مابقی پلاستیک، این دریچه از جنس سیلیکون و جلوگیری میکنه از ورود آب و بالاخره گرد و غبار. وقتی که بازش میکنیم یه لایت اینجا داره که تو شب شما بتونید خیلی راحت‌تر ببینیدش.
اون قسمت پشت رو. خب چیا داره؟ 2 تا ورودی میکروفون داره که یکیش قابلیت اتصال گیتار رو هم داره. میکروفون های حالا خود JBL رو میتونید استفاده کنید، میکروفون های برند های غیره رو هم میتونید استفاده کنید. یه دونه ورودی USB داره که هم میتونید به عنوان پاور بانک ازش استفاده کنید، هم فلش. یه دونه AUX اینپوت داره، یعنی اینکه شما اگر به عنوان مثال میخواید وصل کنید به این، اگر که حالا این یا اسپیکرهای دیگه وصل میکنید به این و خیلی ساده صدا رو با هم کانکت میکنید. و تو قسمت پایینش یه اینپوت داره، یه آوتپوت داره مجدد، که این برای اتصال دادن به تلویزیون حالا یا سیستم های صوتی بالاخره که میخواید صدای خروجی ورودی بگیرید ازش. 2 تا اصطلاحاً بیلبیلک میگن، چی میگن، یه دونه از این قرقره ها اینجا داره که قسمت میکروفونشو میتونید با هم کم و زیادش کنید. و یه دونه دکمه هم اینجا داره. این دکمه وقتی این سمت باشه رو میکروفون، وقتی که این سمت باشه رو گیتاره. به همین سادگی دریچه رو که ببندین چراغش خودش خاموش میشه، مثل در یخچال باز میکنی روشن میشه، میبندی خاموش میشه. تو قسمت بالا اون دستش هم بچه‌ها به صورت جمع شونده اصطلاحاً طراحی شده. وقتی که بازش میکنی یه تقه میده، گوش کن، میبندی، آخر که میرسه تقهشو میاد، ببین بالا پایین تقه رو میده. و اینم از اتصالات پارتیباکس 120. بریم تست صداشو بگیریم با هم دیگه. البته چی بهتون بگم تا قبل از اینکه بریم تست صدا، این رنگ سفیدش احتمال چک گرفتن رو داره. اگه تو خریدتون دقت کنید، رنگ سفید یه ذره مراقبت بیشتری میپسنده، مثل ماشین مشکی سفید. دیدی ماشین مشکی خیلی زیاد کثیف میشه، مدام باید بشوریش، حواست باشه، ولی ماشین سفید نه، حالا کثیف هم شد دیگه خیلی مشخص نیست. تو این برعکسه، مشکی لک نمیگیره، سفید لک میگیره، باید خیلی مراقبش باشی. تمیز کردنش هم حالا چیزا سختی نیست که بهتون بگم، با همین اسپری های شیشه شور خیلی راحت میتونید تمیزش کنید. این قسمت هم بهتون بگم دیگه، این قسمت هم با فلز کار شده، پلاستیک فلز و ترکیبی از پلاستیک و سیلیکون و فلز کل پارتی باکس های JBL طراحی شدن. بریم تست صدا. اگر دوست داشتین ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، دوست داشتین ادامه بدیم ما رو بیشتر ببینید ساب کنید و اون زنگوله هم فشار بدین ویدیوهای بعدی رو ببینیم. خیلی ساده. و تو کامنت ها بهم بگین که نقدی بود، بررسی بود، کمی بود، زیادی بود، هر چی بود به من بگین که ویدیوهای بعدی رو به تناسب شما بسازیم و بگید که کدوم رنگش رو میپسندید. ارادت.